سلام تماشابینان عزیز، ادامه برنامه صبح تاجیکستان است. منظور شما و در این بخش برنامه صحبت داریم با کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان فریدون کنجایف. خوش آمدید به برنامه صبح تاجیکستان و تماشابینان عزیز، موضوعمون رو آغاز می‌بخشیم. البته احیای سنت‌های ملی و حفظ یادگاری‌های تاریخی در بلند برداشتن روحیه شهروندان، خصوصا جوانان و نورسان موقع مهم دارد و کمی فکر خود را دایر به حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگ قدیمی ما تاجیکان بیان می‌کردید. مرحمت. حفظ ارزش‌های ملی یکی از مسائل‌های خیلی مبرم در زمان معاصر به حساب رفته. البته آن مورد توجه خاصه حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد. نیاگان تاجیکان که همچون یکی از ملت‌های قدیم‌تری در منطقه می‌باشند، در طول موجودیت خویش آثار به میراث گذاشتند که آنها امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مورد تحقیق و آموزش قرار گرفته در سطح ضروری حفظ کرده می شوند. از جانب نیاگان مردم تاجیک البته کارهای به انجام رسانده شدند که آنها نه تنها برای بهتر خوبتر نمودن وضع زندگی مردم تاجیک، بلکه آنها برای باز هم بهتر خوبتر نمودن فرهنگ، تمدن و دیگر پهلوهای حیات مردم منطقه و جهان نگرانده شدند. نیاگان تاجیکان در دوام سالهای موجودیت خویش آثار به میراث گذاشتند که آنها بهر معرفی نمودن تاریخ و فرهنگ و طبیعت تاجیکستان نقش موثری دارند. امروز در حدود کشور زیاده از 3400 یادگاری به قید گرفته شده است که آنها بهر باز هم بهتر و خوبتر آموزش نمودن دوره‌های پرافتخار ملت تاجیک و ارج گذاشتن به میراث نیاگان و همچنین درک نمودن از کدام سمت آمدن و به کدام سمت رفتن دوره تاریخی ملت تاجیک نقش موثر دارند. همچنین در زمان صاحب استقلالی با دستگیری و کمک بی‌واسطه حکومت جمهوری اسلامی، خاصتا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام علی رحمان در سمت حفظ ارزش‌های ملی کارهای نظررس به انجام رسیده ایستادند. از جمله بهر حفظ و نگهداری نمودن یادگاری‌های تاجیکستان یک قطار یادگاری‌های مهم کشور مورد تحقیق و آموزش قرار گرفته. بعضی از آنها البته باز هم به واسطه تکنولوژی معاصر رویپوش گردانده شده ایستادند که این هم بهر باز هم بهتر خوبتر حفظ نمودن این میراث نیاگان محسوب می‌شود. در زمان صاحب استقلالی در جمهوری اسلامی انقریب در هر یک شهر و ناحیه‌ها آثارخانه‌های نو ساخته و بنیاد گردیده ایستادند که هدف اساسی آنها جمع‌آوری، حفظ، نگهداری و معرفی نمودن میراث نیاگان محسوب می‌شود. امروز آثارخانه‌هایی که در قلمرو کشور فعالیت می‌کنند، آنها آثار تاریخی را مربوط به همه پهلوهای گوناگون حیات مردم تاجیک جمع‌آوری کرده. بعداً برای باز هم بهتر خوبتر درک نمودن این آثار نیاگان از جانب قشرهای گوناگون جامعه با واسطه نمایش چهاربینی‌ها و تشکیل نمودن اکسکورسی‌ها در سطح شایسته معرفی گردیده ایستادند و این عامل‌ها البته بهر باز هم بهتر خوبتر حفظ نمودن ارزش‌های ملی و آگاه شدن از سهم نیاگان مردم تاجیک در تمدن منطقه و جهان خیلی نقش موثر دارند که در این سمت البته از جانب مؤسسه‌های دخلدار از جمله وزارت اداره‌ها و دیگر نهادهای مربوطه کارهای نظررس به انجام رسیده ایستادند. استفاده ثمرناک یادگاری‌های تاریخی و حفظ و نگهداشت آنها وظیفه هر یک ما صاحب وطنان به حساب می‌رود و البته به فهرست میراث فرهنگی یونسکو وارد گردیدن شهرک تخت سنگین نیز دلیل تاریخی بای و پرغناوت داشتن ملت ما تاجیکان به حساب می‌رود. دایر به تاریخ این یادگاری و حفظ و نگهداشت آن کمی ابراز بیان می‌کردید. مرحمت. یادگاری تخت سنگین یکی از آن یادگاری‌های میباشد که آن در قسمت جنوب تاجیکستان واقع گردیده، مربوط به دوره‌های عصر 5 تا میلاد و 2 میلادی می باشد. تخت سنگین یک از آن یادگاری‌های می باشد که بعد از بازیافت خزینه امودریا از این منطقه که در سال 1877 از جانب ساکنان محلی تصادفاً بازیافت شده بودند، سبب اساسی توجه اهل علم و محققان به این موضوع گردیده است. خزینه امودریا یک از آن خزینه‌ها می باشد که وابسته به هنر زرگری مردم تاجیک و دوره‌های خیلی مهم نیاگان مردم تاجیک معلومات ضروری می‌دهند. این آثار که امروز در آثارخانه بریتانیا کبیر حفظ و نگهداری کرده می شود، با تشبث و دستگیری بی‌واسطه حکومت جمهوری اسلامی سال 2013 6 عدد نسخه های این خزینه مهم خریداری گردیده امروز در آثارخانه ملی اسلامی پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است.
یعنی کشف این خزینه سبب شده است تا اهل علم به این موضوع تاریخی توجه بیشتر ظاهر نموده باشند. پژوهش‌ها در این منطقه در سالهای 1928 آغاز گردیده، بعداً کارهای باستانشناسی به واسطه سالهای 1970 آغاز گردیده است. در نتیجه برگزار نمودن کارهای باستانشناسی از اینجا آثار خیلی زیادی تاریخی بازیافت گردیدند که شماره آنها به هزارها عدد میرسد و بهر باز هم بهتر خوبتر حفظ نمودن این آثار، آنها یک جزءش البته امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان و جزء دیگر در آثارخانه باستانی تاجیکستان حفظ و نگهداری کرده میشوند. آثاری که از این یادگاری کشف گردیده است افاده‌گر آن است که آن چند دوره تاریخی را پس سر کرده است، یعنی زمان هخامنشی‌ها، اسکندر مقدونی، بعداً سلجوقیان، یونان باختر و نهایتاً زمان کوشانیان. آثاری که از این موضوع بازیافت شده است افاده‌گر آن است که در اینجا هنر معماری و شهرسازی خیلی رشد کرده بوده است، زیرا فرش، زیرستون، ستون، سرستون و بعضی دیوارهای این یادگاری با پررگی از سنگ ساخته شدند و در روند برگزار نمودن کارهای باستانشناسی عالمان به این خلاصه آمدند که در اینجا که هنر معماری و شهرسازی خیلی رشد کرده است، هنرمندان در آن دوران توانستند با استفاده از یعنی که اندیشه و دانش و مهارت خویش سنگ‌هایی را که حجما خیلی کلان هستند آنها را صیقل داده با یک نقش و نگار خیلی زیبا آرایش دهند و بعدا در روند معماری استفاده نمایند. از این موضوع آثار بازیافت شده است که وابسته به پهلوهای گوناگون حیات مردم تاجیک در این منطقه درک می‌دهد. از جمله محض از همین موضوع آثار قدیمترین مربوط به سازهای موسیقی مردم تاجیک یعنی نی بازیافت شده است. این نی‌ها که از استخوان ساخته شدند دلالت از آن می‌دهد که هنوز در عصر 3 تا میلاد نی‌ها از جانب مردم در این منطقه مورد استفاده قرار گرفتند. یادگاری می‌باشد که از جهتی یعنی که موضع جایگیر شوی در یک محل قرار دارد که نزدیک آمیزش دریای پنج با دریای وخش و آغاز شدن امودریا میباشد. از جهت یعنی که موقع جایگیر شوی یک جای خیلی مناسب است و همچنین محض همین منطقه دریا البته یک قسمت آرامش دارد، زیرا به همین منطقه مردمی از جمله تاجران از غرب به شرق و مردم شرق از این جانب به جانب دیگر رهسپار می‌گردیدند. در عموم بازیافت‌های این یادگاری گواهی از آن می‌دهند که نیاگان مردم تاجیک در آن دوران در منطقه نقش را اجرا کردند که پیوندگر فرهنگ غرب و شرق بودند و در سمت باز هم نزدیک شدن فرهنگ‌ها و تبادل فرهنگ میان دو جانب عالم نقش موثر گذاشتند. ما خبر داریم که امسال به افتخار 2500 سالگی تخت سنگین گوشه در آثارخانه ملی گشوده شده است و دایر به این گوشه کمی معلومات می‌دهید؟ در زمان صاحب سالی توجه به یادگاری‌ها خاصتاً به تخت سنگین خیلی زیاد گردیده است. نمونه 2500 سالگی یادگاری تخت سنگین در ماه نوامبر سال 2021 به رویخط جشنواره‌های یونسکو برای جشن گرفتن در سال‌های 2022-2023 وارد گردید. در رابطه با این در آثارخانه ملی دوام یک سال یک گوشه آماده کرده شد که آن البته خیلی نادر و خیلی مهم باشد، زیرا در این گوشه که به اصطلاح ایمیتاسیون نامگذاری گردیده است و یا خود نمونه این یادگاری در آثارخانه ملی هست، هر یک تماشابین امکان دارد تا وابسته به بازیافت‌ها و دیگر پهلوهای تاریخی این موضوع از نزدیک دیدن نموده باشد. در آثارخانه ملی تاجیکستان که نمونه یادگاری تخت سنگین آماده گردیده است، آن از 3 تالار و یک راهرو عبارت می باشد. در عموم در داخل این نمونه یادگاری تخت سنگین فضای تاریخی ملت تاجیک از عصر 5 تا میلاد تا عصر 3 میلادی را افاده می کند. هر یک تماشابین امکان دارد تا وابسته به حوادث‌های تاریخی این دوران و همچنین بازیافت‌ها و اهمیت این یادگاری معلومات بیشتر برای خود کسب نموده باشد و به طریق یعنی شکل 3D انیخترش انعکاس نمودن بعضی از قسمت‌های این حوادث تاریخی در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی تاجیکستان به تماشابین امکان می‌دهد تا باز هم توجه بیشتر نموده باشد، زیرا در این صحنه‌ها بعضی از قسمت‌های هنر معماری، لوازمات‌های حربی سربازان و عسکران با پررگی با طریق
CD انعکاس گردیدند که این توجه تماشاچیان را باز هم به خود جلب می‌سازد. و در قسمت دیگر باشد یک از جایهای خیلی جالب دیگری این یادگاری با نام معبد اوکس انعکاس گردیده است. محض در همین مکان خزینه امودریا جمع‌آوری گردیده است که شماره عمومی آثار از این خزینه بازیافت گردیده از جمله 1300 اشیاءهای یعنی انیخترش سکه و آویزه‌های طلایی و 170 اشیاءهای گوناگون حجم گوناگون شکل طلایی و نقره‌ای هستند. در قسمت آخرین باشد که یکی از راهروهای ایمیتاسیون تخت سنگین است. در اینجا باشد در قسمت راستش در عموم بازیافت‌های اصلی یادگاری تخت سنگین پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است که اینجا تقریبا 100 عدد آثار این موضع انعکاس گردیده است. اما در مقابل این باشد ما البته دیگر بازیافت‌های تخت سنگین را که در آثارخانه‌های دیگر کشور حفظ و نگهداری کرده می‌شوند آنها را انعکاس نموده‌ایم و آنها نیز با طریق استفاده هنر رسامی و استفاده یعنی که شکل معاصر با طریق CD معرفی نمودن این آثار سعی و تلاش نمودیم تا به این واسطه توجه تماشابین را به این مرکز یا خود نمونه یادگاری تخت سنگین در آثارخانه ملی بیشتر معرفی نموده باشیم. و در قسمت برآمدگاه این ایمیتاسیون باشد با واسطه انعکاس نمودن یعنی که حوادث تاریخی و دیگر پهلوهای مهم این یادگاری آنجا فیلم‌های حجتی و معرض تماشا گذاشته شدند و از قسمت دیگر باشد بازیافت‌های اصل از جمله زیرستون‌های اصلی که از این موضوع به واسطه بازیافت شدند و در آثارخانه ملی حفظ می‌گردند به معرض تماشا گذاشته شدند و این صحنه انعکاس یادگاری تخت سنگین در آثارخانه ملی تاجیکستان بهری باز هم بهتر و خوبتر معرفی نمودن و حفظ و یعنی که نگهداشت برای نسل‌های بعدی سهم نظر دارد. بله واقعا هم بعد از به دست آوردن استقلالات دولتی از جانب سازمان‌های با نفوذ و بین‌المللی جمهوری تاجیکستان همچون کشوری صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و صاحب تاریخ زیاده از 5500 ساله اعتراف کردید و می گفتید که عین حال در جامعه بشری برخورد تمدن‌ها دیده می شود و تا کجا و تا کدام سمت ما باید ارزش‌های ملی خود را حفظ نماییم تا اینکه ملت تمدن‌آفر خود را باز هم به جهانیان بیشتر همچون ملت قدیمی و تاریخی بای و غنی داشته آشنا گردانیم. در این روندی که ما این حال قرار داریم برای ملت تاجیک ضرور است تا ارزش‌های ملی خود را در سطح خیلی خوب حفظ نموده باشد. زیرا محض ارزش‌های ملی به ما امکان می‌دهد تا ما تاجیکیت بودن خود را حفظ نموده باشیم. هر یک خلق و ملت در روی جهان با عنعنه، عرف و عادت و دیگر پهلوهای آثار تاریخی خویش از دیگر خلق و ملت‌ها باز فرق می‌کنند و ملت تاجیک نیز از نیاگان خویش آثار زیاد به میراث گرفته است که آنها افاده‌گری روشن آن هستند که ما یک ملت علاهیده، یک ملت تاریخی و دارای فرهنگی بای میباشیم. بهر حفظ این ارزش‌ها هر یک نهاد مربوطه و هر یک عضو جامعه کشور را ضرور است تا سعی و تلاش بیشتر نموده باشد. زیرا در جهانی که تکنولوژی معاصر خیلی رشد کرده است البته بعضی از کشورها منفعت‌های شخصی یا خود منفعت‌های ملی خود را پیگیری نموده بعضی از فرهنگ‌ها را محدود می‌سازند و در این شرایط معاصر ما مردم تاجیک را می‌باید تا وابسته به ارزش‌های ملی خود معلومات بیشتر داشته باشیم، تاریخ و فرهنگ را خوبتر و بهتر از خود نموده باشیم و در این زمینه ما می‌توانیم تا از فرهنگ ملی، ارزش‌های ملی خود دفاع نموده باشیم. وقتی که هر یک شهروند از دیروز و امروز ملت خود آگاه است وابسته به دستاوردها، کامیابی‌ها و جانثاری‌های فرزندان این سرزمین معلومات بیشتر دارد، آن امکان دارد در بحث مناظره‌ها و بیان نقطه نظر خویش البته از این معلومات‌های تاریخی و دانش‌های خویش استفاده نموده باشد و بهر حفظ ارزش‌های ملی سهم خود را گذارد. یک از نمایش‌های مهمی که در این سمت در زمان صاحب استقلالی خاصتا سالهای اخیر تشکیل و برگزار کرده شد این نمایش میباشد که با نام تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی در آثارخانه گیمه جمهوری فرانسه برگزار گردید. در دوام 3 ماه فعالیت این نمایشگاه شماره زیادی تماشابینان توانستند از این نمایشگاه دیدن کرده وابسته به آثار بی‌واسطه از حدود امروزه تاجیکستان بازیافت شده معلومات بیشتر گرفته باشند.
این باز هم زمینه گذاشت تا توجه آنها به حدود امروزه تویستان زیاد گردیده و به این کشور سفر نمایند. یعنی با واسطه این نمایشگاه ما امکان داریم باز هم بعضی از آثار نادری که امروز در آثارخانه‌های حدود امروزه تویستان حفظ و نگهداری کرده میشوند امکان داریم و جامعه جهانی آنها را بهتر خوبتر معرفی نماییم و به این واسطه ارزش‌های ملی خود را باز هم در سطح شایسته حفظ نموده باشیم. یعنی حفظ ارزش‌های ملی در زمان معاصر یک از مسائل مبرم و خیلی ضروری می باشد که در این سمت هر یک شهروند خودآگاه، خویشتن‌شناس و وطندوست را ضرور است تا از این ارزش‌های ملی دفاع نموده باشد. تشکر زیاد برای صحبت گرم و صمیمی و امیدوارم که تماشابینان عزیز ما از صحبت امروزه ما به خود معلومات‌های بیشتری را گرفته باشند. و تماشابینان عزیز بار دیگر یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان فریدون کنجایف. بار دیگر خوش آمدید میگویم شما را. دیگر بخش‌های جالب برنامه ما ادامه دارد.